در اخیر این برادر ما سوال کردن که آیا مقام اولیا، بلندترین مقام اولیا چی است؟ ببینید چی در پیغمبران، چی در اولیا، چی در صحابه کرام، البته بزرگترین ولی از اولیای خدا با کوچکترین صحابه برابر نمیشه. این را باید بدانید موقع اهل سنت و الجماعت است. بعد انبیا بزرگترین مقام صحابگان خدا، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. اما مقام گفته این برادر چی را در نظر دارد؟ اگر اون مقامی که خود اهل سنت و الجماعت برای اولیا قائل است، بلندترین مقام اولیا این عبدیت است، بنده کامل بودن خدا هست. همچنانه که ابن حجر عسقلانی گفت اولیا کیان؟ اونا عارف بالله هستند، عالم بالله هستند، معرفت خدا را خوب علم دارند، مخلص به عبادت اون هستند و مقیم بر عبادتش هستند، همیشه عبادت خدا را میکنند. بزرگترین مقام اولیا این بنده نیک و صالح بودن پیش پروردگار است. اما اگر این برادر مقام اولیا را از دیدگاه تصوف اگر سوال دارد، اون را اهل سنت و الجماعت قبول ندارد، چون که اهل تصوف چند مقام برای اولیا بیان کردن. مثلا گفتن که اولا نجبا هست. نجبا یعنی نجبا اونونه که تقریبا از 300 نفر زیادن. بعد هستن نقبا، اونایی که 70 نفرن. بعد هستن ابدال که 40 نفرن. بعد هستن اقطاب، اونایی که 7 نفرن. بعد هستن اوتاد، اونایی که 4 نفرن. بعد هستن قطب الاعلا، یعنی قطب الاعلا اونایی که یعنی غوث میگوین اون رو. این مقاماتی که اهل تصوف بیان کردن برای اولیا رحمت الله علیه، این نه در کتاب خدا هست، نه در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، و نه این را اهل سنت و الجماعت قبول دارند. بنابراین بلندترین مقام اولیا این عبدیت خداوند است، یعنی بنده بودن الله است. این برادری که سوال کردن دوبار من این را بند کردم، عذرخواهی میکنم. در تماس باشن، ما در پاسخ با اونها هستیم. کم ترک موضوع بسیار یعنی مهم بود، برای همین من بیان کردم.